سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به آشپزخونه خودتون. 4 تا دونه سیب زمینی داریم اینجا. یک مدل میخوایم سیب زمینی درست بکنیم که بچه ها عاشقشن. بیرون فست فود یا هر جای دیگه امتحانش نکردین، چون خیلی نوع، خیلی جدیده، کار حرفه‌ایه، خیلی ترد و کرانچی و بی‌نظیره. شروع کنیم بریم ببینیم که چجوری درست میشه. خیلی ساده است. اولین کار بچه ها، من امروز با شلوارک میخوام فیلم بگیرم. خیلی احساس خودمونی بودم بکنم. یه دونه قابلمه رو گذاشتم آب جوش بیاد. میام چیکار میکنم؟ یه قاشق غذاخوری توش نمک میریزم. فعلا با این کاری نداریم. کار بعدی که باید بکنیم، سیب زمینی ها رو خیلی خوب پوستش رو با اسکاچ شروع کنیم به شستن، چون میخوایم با پوست بپزیم. بعد تنها کاری که باید بکنیم، از وسط یه دونه برش بهش بزنیم. بعد از اینکه برش زدیم شروع میکنیم اینا رو نکنیم. حالتی که ما میخوایم داشته باشیم انقدره. یه قطر انقدی سیب زمینی رو برش میزنیم. یکی دیگه ببینید. بعد دوباره برش میگردونم. یکی دیگه. و ما سیب زمینی های این شکلی میخوایم بچه ها. نگاه کنید، دقیقاً این شکلی. حالتی که میخوایم از سیب زمینی دقیقاً همینیه که من براتون برش زدم. دوباره یکی دیگه و برش میگردونم و اینجا یه برش اورید بهش میزنم. این سیب زمینی ها رو که خورد کردیم میخوایم بریزیم توی آب جوش. 8 الی 10 دقیقه بپزه. برم بقیه سیب زمینی ها رو خورد کنم. سیب زمینی ما برش زدم. یه قاشق غذاخوری نمک ریختم توی آب جوش. آب باید جوش باشه. میام چیکار میکنم؟ اینا رو میندازم داخلش. زمانی که بچه ها این سیب زمینی باید بپزه خیلی مهمه. یعنی نباید بیشتر از 8 الی 10 دقیقه بشه، چون قراره یک بار هم سرخ بشه. ما فقط این کار رو انجام میدیم که یه ذره سیب زمینیمون نرم بشه. پس تا 10 دقیقه دیگه فعلا کار نداریم. سیب زمینی رو میذاریم بپزه. 10 دقیقه گذشت بچه ها. الان زیرش رو خاموش میکنم. کاری که باید بکنیم اینه که بدون اینکه آبش بزنیم از صافی ردش کنیم و بذاریم یه چند دقیقه این شکلی میذارمش قشنگ آبش کشیده بشه. فعلا با این کاری نداریم و این باید چند دقیقه بمونه و آب اضافهش کشیده بشه. توی این فاصله بچه ها ما اینجا چی داریم؟ یک پیمانه آرد داریم. میریزیمش توی یه دونه ظرف. آرد 3-0. آرد 3-0 یعنی یه آرد سبک من میخوام ازش استفاده بکنم. نشاسته ذرت داریم بچه ها. یک قاشق چایخوری. نمک داریم، آویشن، پاپریکا و پودر سیر. همه این ادویه ها رو میریزم داخل آردم. بعدی یک قاشق غذاخوری همینطور که میبینید ماسته. این رو هم من اضافه میکنم بهش. همزن میخوام که بیام آب یخ رو 1.5 لیوان تقریبا میشه آب یخ رو آروم آروم اضافه کنم داخل این و شروع کنم به هم زدن. میخوام یه روکش درست کنیم برای سیب زمینی و واقعا خیلی خیلی تردش میکنه این روکش. فقط حواستون باشه خیلی آب نریزید که مجبور بشید دوباره آرد اضافه بکنید یا برعکسش. هر مقدار آبی که ریختید یکم همش بزنید این شکلی. دوباره یک مقدار آب اضافه کنید. سیب زمینی ما هم توی مرحله آبش خوش شده. بچه‌ها نگاه کنید، سیب زمینی باید اینجوری باشه. این لایه رو که میبینید یکم پخته، لایه وسطش خامه. حالا روکشی که از قبل آماده کردیم سیب زمینی رو میندازیم داخلش و میغلطونیم این شکلی. و این سیب زمینی با این روکش فوق‌العاده جذاب و هیجان انگیز و اصلا یه شاهکار آشپزی به نظر من. این میره توی روغن و سرخ میشه. بریم با هم پای گاز ببینیم که چجوری باید اینو سرخ کنیم. حسابی داغ شده بچه ها. منم اینو زدم توی روکش و این اضافیاشو میگیرم. سیب زمینیم 8 تا 10 دقیقه پخته و اینو مستقیم میندازم توی روغن. سریع جمع میشه، این روکش میچسبه به سیب زمینی و باور کنید یه نتیجه بهتون میده که این سیب زمینی رو پیدا نمی کنید بیرون،
چون با این مدل و این سبک درستش نمی‌کنن و شما خودتون توی خونه میتونید درست کنید و بچه‌ها مطمئنم که عاشقش میشن. خب بچه حرارت این گاز رو من متعادلش کردم، سیب زمینیمون داره میپزه. یه شگفتیه یعنی توی بحث سیب زمینی و چیزی که تا الان امتحان کردید، این اصلا یه گزینه دیگه است. اینجا بچه من نگاه کنید، من 1.5 پیمانه، شاید هم 1 پیمانه فکر میکنم، 1 پیمانه ماست همزده دارم. با این کاری ندارم، یک مقدار خیلی کم جعفری رو برمیدارم، خوردش میکنم. از هر سبزی معطر دیگه ای هم میتونید استفاده بکنید. وقتی جعفری رو کاملا خوردش کردم، میخوام اضافهش کنم به این ماست. این یه سس خیلی ساده و خیلی راحته برای کنار بال کبابی، میتونید ازش استفاده بکنید، کنار فیله سوخاری و همینطور سیب زمینی خیلی نتیجه خوبی بهتون میده. و اینا رو خورد میکنم میریزم داخل ماست. حالا جعفریامو خورد کردم بچه‌ها، میریزم روی ماست. چیزی که الان احتیاج دارم بهش یک مقدار خیلی کم پودر سیره. از خود سیر تازه هم میتونید استفاده کنید. حالا من پودر سیر زدم بهش و بعد از پودر سیر اینجا نمک و فلفل سیاه تازه دارم. فلفل سیاه رو روش آسیاب میکنم. بعدی نمکه، این رو هم بهش میزنم. یه ادویه من اینجا دارم، خب خیلی تخصصیه، ادویه سس زیتون. این دیگه کاملا اختیاری، ولی من چون خودم عاشقشم اضافهش میکنم بهش. همین مقدار براش کافیه و فقط میمونه اینا رو با همدیگه مخلوط کردن. این سس بچه‌ها در عین سادگی خیلی لذیذ و خوشمزه است. واقعا معرکه است این سس، کنار سیب زمینی، کنار جوجه چینی، کنار فیله مرغ سوخاری یا هر چیز دیگه. این سس هم آماده است. یه ذره نمکش کم، نمک هم بهش میزنم و کار ما اینجا تمومه. این بچه ها اون سیب زمینیه که من ازش حرف میزنم، یعنی مدلی که این شکلی میشه سیب زمینی پف کرده، یه حالت کرانچی و ترد داره، داخلش کاملا مغز پخته، نتیجه بی‌نظیر، ظاهر فوق‌العاده و میتونید بذارید بیشتر از این هم بمونه تا یک کم تغییر رنگ بده. حالا میام یه ظرف رو انتخاب میکنم و این سیب زمینی رو به خاطر اینکه روغن اضافهش گرفته بشه میذارم روی دستمال حوله‌ای و چند دقیقه میذارم بمونه تا روغن اضافه این سیب زمینی گرفته بشه. این شکلی. خب بچه ها سیب زمینی ما آماده شده. فقط میخوام که صداشو بشنوید. حالا من میکروفون رو گذاشتم اینجا. این سیب زمینی معرکه است بچه. حالا بریزمش توی این ظرف و درست کردنش هم که دیدید خیلی ساده تر از اون چیزیه که فکرشو بکنید. خیلی هم لذیذه بچه ها، باید درستش بکنید تا ببینید که من چی میگم. برای تزیین روشم یک مقدار جعفری، هم تزیینش هم خیلی طعم بهتری بهش میده، خیلی رنگ بهتری بهش میده. فقط کافیه که چند تا جعفری رو خورد کنید و این شکلی بریزید روش. یه سس دلپذیرم درست کردیم. یه چیزی هم بگم بچه، چیزایی که سوخاری میکنید، هر چیزی که سوخاریش میکنید، یکم
نمک بعدش بهش بزنید، چون نمک رو میکشه به خودش و یکم هم نمک بزنید طعم بهتری بهتون میده. یه دونه رو میخوایم با هم دیگه امتحانش بکنیم ببینیم که چجوریه. این خوبه. میذاریمش داخل سس. و یکی دیگه